سلام. این آبسه ناحیه 3 هستش. این ناحیه 3 سوم هستش. یه آبسه ما اینجا داریم، خروجش از ناحیه 6 پاشنه هستش. حالا من قبلش اینو برای اطمینان برداشته بودم، ویدیوش هم گرفتم که این از این سمت عفونتش خارج شده. همونجوری که میبینید این کانالی که زده به اینجا راه داره. ببینید این بافت گوشتی زیر اسمش کوریومه. توی لنگش اتفاقی که میفته عفونت بین کوریوم و سم قرار میگیره. تا جایی که این فاصله یکی بشه شما باید برداشت بکنید. یعنی هر جایی که شما دست بندازید فاصله وجود داشته باشه باید برداشته باشه. ببینید اینجا الان زیرش خالیه. حالا هر چقدر که این امتداد داشته باشه. ببینید اینجا کامل خالیه. سعی کنید برداشتاتون هم کوچیک باشه، برداشتای بزرگ انجام ندید. این رنت نباید بافت گوشتی رو برداره. خون ریزی توی لنگش طبیعیه. ببینید اینا همه خب ببینید این الان از اینجا راه داره. ببینید کانال زیرشو، اینجا همه خالیه. رو وقتی که برداشت میکنید فکر نکنید که دارید در حق حیوان ظلم میکنید. این اگه بمونه هرگز خوب نمیشه. ببینید اینا همه بافت عفونیه. خیلی آروم برداشت بکنید. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره این دیواره کناریه. ببینید این دیواره همین الان داره فشار میاره به این بافت. حتما اینو باید سبک بکنید. یعنی دیواره باید پایین تر از بافت سم قرار بگیره که اجازه رشد مجدد رو به سم بده. یه نکته خیلی مهمی هم در مورد بلاک گذاری هستش. ببینید بلاک باید به صورتی قرار بگیره که پوشش بده اینو. یعنی که ببینید الان بالا شما بیان یه تصویر رو بگیرید. شما وقتی بلاک رو میذارید ببینید این انگشت نباید با زمین تماس برقرار کنه. ببینید چه فاصله ای ایجاد میکنه. این فاصله ای هستش که تخته روی زمین میشینه، این انگشت بالاتر وای میسه. این به این خاطر هستش که فشار از روی این انگشت برداشته شه. بعد از اتمام کارم حتما اسپری بزنید. یه مقدار هم حالت ضد عفونی کننده داره، هم آنتی بیوتیکی که توی اسپری ها هست. حالا این اسپری اکسی تتراسایکلینه ماده موثرش. عفونت بافت رو میاره پایین، کمک میکنه که زخم‌ها زودتر ترمیم پیدا کنه.